جان دست بزن به عروسکان، دست خر کوتاه. یه تا اومدن خونتون نداشتی با عروسکات بازی کنن، گفتی خانانه کتلاش میتکه، حالا تو نمیتونی با عروسکای من بازی کنی، با همون هولو که دادمه بازی کن. نگاه ایتو بگیرش تو کمت، یعنی مثلا داری شیرش میدی، ایتو کبرش. سیریقه یه تکه موزی هم میدی من؟ نه نمیتونم بدم، دهنی مریض میشی. تو بیا هویجو بخور، هویج بخوری کیشا دهن ضعیف نمیشه، خیلی خوشمزه. یادت اومدن خونتون هیچی هم خوراکی به ندادین، دم نهارم مامون گبرو خونتون. خانم بری چه تو مثل گو در میبندی؟ ببخشید باز خورده رو محکم بسته تو، تقصیر منم بود. خونه خودتون هم تو در میبندی؟ اونگاه سایی پای باباشه. میبینی تو حیاتتون شیلنگو بگیری رو سرمون، یعنی داره بارون یا آب بازی کنی؟ نه نمیتونم. یا برای که دندون شکسته سرما میخوری، بعدش از زرنگی اگه راست میگی بیا بری خونه شما آب بازی بکنی، پول آبمون زیاد میاد. برای که اومدی تو آبشف خونمون؟ دوشی تشنه شده بودن آب میخواستم. چه قهوه میخوری؟ خونه خودتون هم همه قهوه میخوری؟ بیا بریم، مامانا گفته نریم تو آشپزخونه. خب دیگه برو خونتون، ما دختر خالم میخواد بیا خونمون. نمیخوام برم هیچ، خونمون یه جون خوده. سیریقه بذار بیان تو، مامانا خونه نیست. نه دیگه ما خیلی باخوابی، برو دیگه، مامانت هم داره جارت میزنه، نگاه صداش میشناخی؟ فاطمه فاطمه، نگاه داره صدات میزنه، برو دیگه.